آقا بهترین دارو و مسکن برای اعصاب و روان، خصوصا تو این زمانه‌ای که همه فکرات درگیر مسائل اقتصادی اینا هسته، زندگی به سبک روستایی. یعنی شهر رو ول کنی بیای تو روستا یک زندگی در حد کشاورزی و دامداری داشته باشی. من اگه به جای دکتر اعصاب و روان بودم، به جای قرص و دارو 100% به مریضا میگفتم آقا برین یه مدت زندگی روستایی را تجربه کنید، همچین فضای همچین جاهایی را حتما تجربه کنید، حداقل برای 1 سال 2 سال، اگه شده برای تمام عمر. این هم شلغمایی که امروز کندیم. تخم شلغم جدید تو گزیک اینجوری شده، نصفش سفید، قسمت بالا صورتی. خانم یاوی خسته نباشی. سلام. چکار میکنی؟ دادیم خاکا رو میبری. کجا میبری؟ خونمون شلغم رو میخوای چیکار کنی؟ بپزیم بخوریم. مگه آدم هم شلغم میخورن؟ آره. با مردم نمیخوای صحبت کنی؟ با بچه های پیجمون چرا؟ سلام نمیکنی بهشون؟ سلام. همینجوری؟ آفرین آفرین، چه دختری.